سلام من به بقیع و کبوتران بقیع، یا امام مجتبی جان عالم به قربان مظلومیتت، حتی در شب و روز شهادتت حتی یک دانه زائر هم نداری. اگر آقا سید الشهدا مظلومه اما میلیون ها عاشق دل باخته داره، همه این شب و روزها خودشان را برای 40 آماده میکنه، اما امام مجتبی اونقدر مظلومه که نه حرم و نه صحن و سرایی نه حتی یک زائری. سلام من به تو ای ماه فاطمی بقیع، سلام من به تو ای یاس هاشمی بقیع. اونقدر امام مجتبی مظلوم است که حتی در خانه خودش محرم اسرار ندارد، در خانه خودش امنیت ندارد. صدای آب آب از نای مرد خسته می آید. یا امام مجتبی مصیبت شما پیوند خورده با مصیبت بی زینب کبرا. کاروان اسرا در این شبها و روزها در شهر شام در خرابه شام از کوفه کاروان اسیران به شام رفت، منزل به منزل از نظر خاص و عام رفت. تزیین نموده بود عدو شهر شام را، هم کوچه ها و جاده و هم پشت بام را. اونقدر در این شهر بر اهل بیت سخت گذشت وقتی که راوی از امام سجاد سوال کرد آقا جان در این سفر سخت و مصیبت بار کجا بر شما خیلی سخت گذشت؟ 3 مرتبه فرمود الشام الشام الشام. از سختی اسیر چو پرسیدن از امام تکرار کرد، گفت که الشام شام شام. مگر چه کار کردن در شهر شام؟ زنان و مردان شامی دامنها را پر از سنگ کردن، رفتن پشت بام خانه ها کاروان اسیران را سنگ باران کردن. چقدر سخته که ذریه رسول خدا آدم باشه اما به عنوان خارجی به عنوان غیر دین شناخته بشه. شهر شام را آذین بستن، همه به دیدن این اسیران آمدن. از امام سجاد نقل شده وقتی که سوال کرد آقا جان چرا پوست صورت مبارکتان آسیب دیده؟ فرمود آخه ما در یک خرابه هستیم که نه روزها ما را از گرمای آفتاب حفظ میکنه نه شبها از سرما حفظ میکنه. در همین خرابه شام بود که آقا سید الشهدا به دیدار طفل خود سالش آمد. یک وقتی سر بریده یا آقا عبدالله رو آوردن جلو این دختر گذاشتن تا در طبق رو برداشت، دید سر بریده بابا، صدا زد یا ابتا من الذی خضبک بدمائک. بابا جان که سر رویت را با خون داغشته کرده، یا ابتا من الذی قطع وریدک. بابا جان که رگای گردنت را بریده، یا ابتا من للیتیمت حتی تکبر. بابا جان دختر خود صاحب که پناه ببره تا بزرگ بشه. اونقدر با بابایش حرف زد، یک وقتی دیدن صدای این دختر آرام شد، دیدن رقیه یک طرف، سر یک طرف، تشت یک طرف.
دختر آقا با عبدالله فراق پدر را نتوانسته تحمل کند، جان به جان آفرین تسلیم نموده. یتیمی درد بی درمان، یتیمی خاری دوران، یتیمی الهی طفل بی بابا نباشد، اگر باشد در این دنیا نباشد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.